نوکیا N95 8 گیگ یکی از خاص‌ترین گوشی‌هایی بود که اون موقع دست هر کسی نمی‌دیدی. طراحی خاص و کشاوی بدن مشکی براق با حافظه داخلی بالا باعث شده بود خیلی‌ها دنبالش باشن. 8 گیگ حافظه اون موقع خیلی چیز بزرگی بود. راحت میتونستی کلی آهنگ و فیلم و برنامه بذاری روش بدون اینکه نگران پر شدن حافظه باشی. صفحه نمایش بزرگتر نسبت به نسخه معمولی N95 کیفیت خوبی داشت. برای تماشای ویدیو یا مرور عکس‌ها واقعا لذت بخش بود. دوربین 5 مگاپیکسلی با فلش جز بهترینای اون دوران بود. عکسایی که میگرفت حتی حالا هم کیفیتش قابل قبوله. امکاناتی مثل جی پی اس، وای فای و سیستم عامل سیمبی هم باعث شده بود بیشتر از یک گوشی ساده باشه. یه جور حس تلفن هوشمند واقعی رو میداد. نه فقط یک گوشی، بلکه یه نماد از پیشرفت تکنولوژی اون زمان بود. خیلی‌ها هنوزم با شنیدن اسمش یاد خاطرات خوبشون میفتن.